سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ روز 20 مارس سال 2023 در اظهاراتی که در سامانه این سازمان نشر شد از مقامات آلمان طلب کرد تا که قضیه اخراج فرزند یک فعال مخالفین تاجیک را تحقیق کند و معین کند که عبدالله شمس الدین را برای چه به کشور فرستادند که در آنجا خطر یقینا استفاده شکنجه وجود دارد. اخراج فعال تاجیک از آلمان تشویش‌آور است. عبدالله شمس الدین اخراج شده برابر رسیدنش به تاجیکستان به حبس گرفته شد، ولی با گذشت 2 ماه رسما مکان نگهداری او معلوم نیست و به او احتمال استفاده شکنجه تهدید میکند. آلمان باید به مقامات تاجیکستان فشار بیارد تا که عبدالله شمس الدین را یا آزاد کنند یا سبب بازداشتش را فهمانند و اقدام‌های روی دست گرفته شوند که نسبت به او بدرفتاری نکنند. نوشته است هیو ویلیامسون، رهبر برنامه‌های دیدبان حقوق بشر برای اروپا و آسیای مرکزی. دیدبان حقوق بشر اینک سومین سازمان بین المللی حامی حقوق انسان است که درباره سرنوشت عبدالله شمس الدین پسر یکی از اساسگذاران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و داماد رهبر این حزب محیدین کبیری اظهار تشویش میکنند. قبلا کمیته هلسینکی نروژ و عفو بین المللی از مقامات تاجیکستان آزادی عبدالله شمس الدین را طلب کرده بودند. هیو ویلیامسون می نویسد که درباره چه احوال داشتن عبدالله شمس الدین در تاجیکستان نگرانی‌های جدی و کاملا واقعی وجود دارند، زیرا در تاجیکستان فعالان مخالفین، حامیان حقوق و ژورنالیستان با اتهامات انگیزه‌های سیاسی به زندان انداخته شده در زندان‌ها از شکنجه فراوان استفاده می‌شود. او می‌افزاید سال‌های ایجاد می‌شود که چرا مقامات آلمان او را اخراج کردند، آنم برخلاف قانونگذاری بین المللی که اخراج مجبوری انسان به کشورهای را که با او خطر شکنجه و دیگر نوع‌های بدرفتاری تهدید می‌کند منع کرده است. چون این اخراج‌ها را قانونا با چندین سازشنامه دیگری که آلمان امضا کرده است منع می‌کند. افراد آگاه از این قضیه گفتند که گویا آلمان از تاجیکستان ضمانت گرفته است که در صورت برگرداندنش نسبت به عبدالله شمس الدین بدرفتاری نخواهد کرد، ولی در چنین کشوری در مسئله شکنجه بدنام چون تاجیکستان چنین ضمانت نه در عمل و نه از روی قانون یگان قربی ندارد. اصرار داشته است دیدبان حقوق بشر. به این دلیل حامیان حقوق از آلمان خواستند که با دوشنبه فشار آورده آزادی عبدالله شمس الدین و یا شرح سبب بازداشت او را طلب کنند. دیدبان حقوق بشر همچنین طلب دارد که مقامات آلمان این قضیه را تحقیق و معاین کنند که چگونه این کشور این پناهجوی تاجیک را به کشور اخراج کرده است که در آنجا با او خطر یقینا شکنجه تهدید میکند.